بهترین روش پیدا کردن نترایت کدومه؟ بیاید با هم بریم ببینیم. خب روش اول اینجوریه که پیککستون رو برمیدارید میافتید به جون نترک تا بتونید اون وسط یه چند تا اینشت دبری پیدا کنیم. اما این روش یکم سخته و یکم مانع و جلوش وجود داره. اما این روش 4 تا بدی داره. بدی اول اینه که احتمال پیدا کردن نترایت خیلی کمه. دوم که وقتتون خیلی تلف میشه که بتونید نترایت پیدا کنید. سوم این که خیلی خطرناکه و چهارم که ممکنه پیککس و آرموراتون از بین بره. به همین دلیل این روش اصلا پیشنهاد نمیشه. روش دوم که مرسوم ترین روش بین همه ماینکرافت پلیرها محسوب میشه استفاده کردن از آیتمایی که منفجر میشن و منفجر کردن نترک‌ها و به دست آوردن اینشنت دبری بین اوناست. یکم روش خطرناکی و یکم ریسک و اینا داره ولی به اندازه روش قبلی دیگه خطرناک نیست. یه پوشن فایر رزیستنس بخورید دیگه کار جمع میشه دیگه میتونید راحت برید ماین کنید. ولی یه خروجی که از این روش به دست میاد واقعا نسبت به روش دیگه خیلی بیشتره و تقریبا 2 برابره و به غیر از نترایت میتونید آیتم های دیگه مثل خود نترک که به عنوان بیلد بلاک استفاده میشه نتر گولد اور و کوارتز به دست بیارید. با آیتم های مثل تخت TNT یا انت کریستال میتونید نترک ها رو منفجر کنید و از بین اونا نترایت یا همون دبری پیدا کنید که اکثر ماینکرافت پلیرها تخت استفاده میکنن چون هم ارزونه و راحت پیدا میشه و راحت میتونید بسازیدش دیگه. این روش هم واقعا روش خوبی یا بهترین روش محسوب میشه. روش سوم پیدا کردن اینشنت دبری توی چستای بسچنه که خیلی خروجی نداره و زیاد پیشنهادم نمیشه. خاطر باسن این هاگلین هم که شده ساب کن.